درود به شما بینندگان عزیز. در استودیو برنامه نوبتی احساس، افکار و رفتار. چون همیشگی من هستم مریم دولتова در خدمت شما و همکار گرامی من محمود کبیر. امروز سر یک موضوع صحبت داریم که معمولا موضوع صرف گویا طبی است، ولی ما نیت داریم که جنبه های دیگری این موضوع رو نیز امروز بررسی کنیم، زیرا علم امروزه اثبات کرده است که همه موضوع ها جنبه های گوناگون دارند، از جمله موضوع بیماری. بیماری چیست؟ اولو بیماری اون موضوعی است که باید تنها طبیبان با اون مشغول شوند. علم فلسفه، علم روانشناسی، دین، اینها میتوانند درباره بیماری چیزی گفته باشند، بر روند آن تاثیر کنند. و چرا این موضوع رو امروز پیشنهاد کردیم؟ زیرا مشاهده ها نشان میدهند که شماره بیماران و شماره بیماری ها خیلی زیاد شدن. عصر 21 از نگاه بسیار جنبه های دیگری که رشد جامعه یک عصر بسیار عجیب است. این عصر است که در آن انسانیت باید خود را شناسد. تکنولوژی نوین آنقدر رشد کرده است که چندین عصر پیش در این باره تصورات مردم هم وجود نداشت. مردم هیچ گفتم نمیتونست که خیلی چیزا میتوانند پیدا شوند. غیر از این شماره مقدار داروها، صفت داروها هم گویا خیلی خیلی دیگر شده است، گویا که از نگاه علم فارماکولوژی میتوانیم بگوییم که خیلی پیش رفته است. ولی چرا بیماران صحت نمیشوند؟ ولی چرا شماره بیماران زیاد است؟ حتی در یک جمهوری ما که چندان کشور کلان هم نیست و ما اهالی زیاد هم نداریم در مقایسه با کشور ابرقدرت، بیمارستان های پیشتر علاقه تنگی میکنند. در خود شهر دوشنبه نظر به دوره پیشینه خیلی شماره بیمارستان ها زیاد شده است. در اونجا متخصصان کار میکنن، بیماران به اونجا میروند، ولی ما هنوز هم گفته نمیتونیم که ما همه مشکلات سلامتی جامعه رو حل کرده ایم. و گمان میکنم که ما باید امروز سر سبب های دیگری که انسان رو به بیماری می آورد اندیشه های خودمان رو گفته باشیم و شاید که برای بینندگان عزیز خودمان یک کمک در این موضوع از ما رسد. درست است، بسیار موضوع عجیب، موضوع ضرور و موضوعی که دقت آدمان رو، بشریت رو جلب کرده است. این البته بیماری ها هستند و بیماری هم یک حالت است. ما میدونیم که موافقی آن گوییم که یک نظری که در طول بشریت نسبت به طب شده است، ما میتوانیم امروز بگوییم که طب نهایت به یک درجه عالی ترقیات خود رسیده است و آن گوییم که تعریفی که خودی تشکیلات عمومی جهانی تندرستی میگوید که گوییم که بیماری این ناراحتی های جسمی و روانی و بیکاری هست. یعنی که حتی که بیکاری یعنی که آن چیز اجتماعی نداشتنی، بعضی گوییم که آن نعمت های اجتماعی هم بیماری حساب می شود. و البته بیماری هم در طول هستی بشر آمده ایستاده است و بیماری هم یک زینه های اِوولوشنی انکشاف خود را دارد که مثلا در بیماری ما آنها را پتمرفاز میگوییم، عوض شدن خاصیت و صفت های همون عامل های بیماری یا که آن چیزهایی که به بیماری رو رخ می اندازند. و همین طور معلوم می شود که بیماری یکی از حالت هایی است که هر یک انسان می تواند در آن بود و ما چنین تعریفی آن را پیشنهاد کرده ایم که بیماری این ناراحتی های بدن، احساس های منفی، فکرهای ویران، یعنی که فکرهایی که قوه ویران کننده دارند، روانی غیر واقعی، شخصیتی که در جمعیت مکان خود را نیافته است، طبیعت نامعتدل
و روحی ناانکشاف یافته رو بیماری گفتن ممکن است. درست است، واقعا درست گفتید که و سازمان بین المللی تندرستی هم در این مورد تعریف خود را دارد، ولی تعریف آن از تعریف طبی اندک فرق دارد. مثلا تندرستی در نگاه طب نبودن بیماری در جسم است، ولی سازمان بین المللی تندرستی میگه که تندرستی این حالت معتدل اجتماعی، روانی و جسمانی انسان است. یعنی دو جنبه دیگر هم سازمان بین المللی تندرستی علاوه میکند. و اگر از نگاه به طور عمده بگیریم، به بیماری نظر دین خیلی مهم است. در دین اگر که ما اندیشه های صوفی دینی رو بگیریم، نه خرافات رو، در بعضی حالت ها در بعضی دین ها اندیشه است که بیماری این جزای خداوند است به بنده‌اش. ولی اگر که عمیق‌تر نگرید، از روی تعلیمات علمی دین ها نگرید، اگر میگن که این امتحان است، این سنجش خداوند است برای این یا اون بنده، و حتی میگن که مهربانی خداوند است. یعنی خداوند بنده‌اش رو با این اون رو قوه روانی میدهد، بله، از گناه توزه میکند و قوه روانیش رو بیشتر میکند، زیرا هنگامی که ما از مانعه ها میگذاریم قوی تر میشویم. و بیماری هم یک نمودی مانعه ها است. از این نگاه، اگر نگاه فلسفه دین نگرید، از نگاه طب بیماری چی است؟ بیماری ویران شدن نظم معتدل جسم است. جسم سالم یک نظم معین خودش را دارد. شما سحر یا یک وقت معین بیدار میشید و بردم بیدار میشید، از خواب سیر شده بیدار میشید. این بیدار شدن آدم سالم. مثلا با معده گرسنه بیدار میشید و غذا خوردن میخواهید. خود گرسنه ماندن این نشانه سالمی بدن است که اعضای هاضمه خوب کار میکنند و تا سحر وقتی که معده و روده خالی میشه، انسان طلبات غذا خوردن رو حس میکند. داشتن اشتهای خوب مثلا، این هم نشانه سلامتی است. آدم بیمار اشتهای خوب ندارد. داشتن تلاش حرکت کردن، مثلا جوانان یا کودکان وقتی که میبینید آنها خوب زیاد دارن و همیشه حرکت کردن میخوان. کودکان رو در یک جا شنونده نمیشود. اگر کودک سالم باشد یکش درد نکند، این کودک همیشه میدود، میجهد، بلندی برآمدن میخواهد، یک چیز گرفتن سنجیدن میخواهد، یک چیز ریزاندن میخواهد، یک چیز شکستن میخواهد، بازشواش مثلا درون بیرونش سنجیدن میخواهد. همیشه در عمل است، در فعالیت است. این نشانه، همه اینا نشانه هستند که در جسم این انسان خواه کلام باشد خواه خرد بیماری نیست. زیرا تلاش حرکت، طلبات حرکت این نشانه سالمی است. مثلا سر وقت خواب بردن، آدم سالم برابر که سرش به بالش میرسد خوابش میبرد، در دوام روز آنقدر که ضرور است خوابش رو صرف میکند و هنگام به بستر در آمدن علاقه جسم روان آماده خواب است و خوابهاش هم آرامن. خوابهای مخشوش نمیبیند، نمیشه از خواب بیدار نمیشود و از این روز سحر باز هم بردم بیدار میشد. این نشانه های تندرستی هستند و همه این اگر این نشانه ها نباشند، پس جسم همون نظم جسم علاقه ویران شده است، خراب شده است. ولی بیماری از نگاه روانشناسی هم یک تعریف های خودش رو دارد. برای چی آدمان بیمار میشوند؟ و هر یک بیماری معین سبب علاهیده دارد. در روانشناسی امروز یک بنام پسیخوسوماتیکا یک جریانی است که اون مخصوص سبب‌های روانی بیماری را می آموزد و این علم خیلی علم خوب است از آن نگاه که اگر ما آن را دانیم، بیماری را هنوز در زمانی که حتی پیدا نشده است ولی می تواند پیدا شود، احتمال پیدا شدنش است، در همون دوره میتونیم پیشگیری کنیم. زیرا ما در صحبت‌های پیشتر گفته بودیم که اندیشه ها، افکار، احساسات گوناگون میتوانند به این یا آن منوال به جسم انسان ضرر رسانند. و واقعا آدمانی که وقت خوش دارن، احساس پاکیزه دارن، روشن دارن، افکارشون پوزیتیو است، مثبت است، نیکاندیش هستند، آنها نظر به دیگران دیرتر کسل میشن، کمتر کسل میشن و چیزی بهتر دیگرشون است که زودتر صحت میشوند. حتی در حالتی که با این یگان سببی که در زندگی میشود یک اعتدال روانیشون اگر از بین رود، خودشون را زود برقرار کرده میتوانند. پس چی باید کرد که همه انسان ها
همین مسئله رو از خود کرده توانند و نه اینکه بیمار شوند و به نزد دکتر روند، ولی وقتی به نزد دکتر میرم داروها، طبابت‌ها، معالجه‌های گوناگون وجود دارند و احتمال صحت شدن ما خیلی زیاد است، ولی بهتر از اون است که ما بیمار نشویم. و اگر بیمار هم وقتی که انسان بیمار میشه باید روانی ما به درجه درست باشد، سالم باشد که ما این بیماری در جسم خود ما صاحب خانه نکنیم. بیماری در مردم مقوله است که میگن درد مهمان است. اگر مهمان است فقط 3 روز میتواند در مهمان در خانه شما باشد. اگر از 3 روز زیاد باشد مهمان عزتش بوی میتید و بیماری ما اگر از 3 روز زیاد استاد و علاقه دعوای صاحب خانه شدن دارد و این گونه حالت ها باعث می شود که بیماری های مزمن میشن و آدمان سالهای دراز در حالت بیماری زندگی میکنند و زندگیشان لذت هم نمیبرند. عمر زندگی آنها از آن عبارت است که نزد کدام دکتر رویم، کدام دارو استعمال کنیم. و در صحبت این گونه آدم‌ها وقتی میشنید فقط صحبت از موضوع درد است. پایم درد میکند، سرم درد میکند، نمیدونم کدام عضو بدنم بیمار است، من غذای خورده نمیتونم، من این کارو کرده نمیتونم برای اینکه بیمار هستم. و آدمان با همین حالت سالهای سال گرفتار هستند. درست است. حقیقت شرح خوب دادید که این یک علامت هایی هستند که انسان چقدر سالم است و چقدر آن حالت هایی که دارد آنها را نگاه دارد. و ما اگر به طول تاریخ نگاه کنیم وقتی که آدمان به مشکلات ها گرفتار میشدن، از آن جمله که ما آنها را همچون بیماری میگوییم، و آدمان سالهای اول خیلی عمر کوتاه داشتند. سببشان این مثلا عامل های گوناگونی چه از طرف حیوانات، چه از طرف مثلا طبیعت، چه از طرف مثلا خورد و خوراک و دیگر برانگیزنده های بیماری زیاد بودند و برای همین عمر میانه مردم تا 30 40 و زیاد تا 50 میرفت. و در اینجا کسانی بودند که معیوب میشدند و آنها با مشکلات یعنی که گرفتار شده نمیتوانستند کارهای دیگر کنند. آنها دانش‌های همین طبی را جمع میکردند و دانش‌های طبی را جمع میکردند و آهسته آنها میدونستند در این حالت یا آن حالت خیلی شکار میکردگی ها، کار میکردگی ها را اون اهل قبیله خود را، قوم خود را کمک کنند. و سرچشمه گوییم که طب در این حالت همین آدمانی بودند که خودشون با مشکلی گرفتار شده بودند یا تجربه داشتند و به مردم کمک میرساندند. سرچشمه دیگری بزرگی که اطلاعات طبی میدادین پیامبران بودند، کسانی که از شوری کیهان انتخاب میشدند و آنها دانش‌های میدادند این یا آن خاصیت‌های رستنی گیاه که چیزهای طبیعت از قسم‌های حیوانات و آمیخته آنها را که سانیتر آن را علم کیمیا گفتند استفاده می‌بردند و خبر می‌دادند. و همینطور با کسان دیگری که عقل تیز داشتند و شعور آنها، ذهن آنها خوبتر بود، این دانش‌ها را جمع می‌کردند، ضم می‌کردند و آنها را استفاده می‌بردند و میگم که آن سرکرده های همون قبیله ها با آنها امتیاز ها میدادند تا اینکه بعضی کارهایی را کنند. همین طور پیدا شدن طبیبان و هر یعنی که طبیبان در اول ها آن چیزی که زیان میرساند آن رو همچون زهر، همچون چیزی بد میگفتند و آن چیزی که منفعت میرساند آن رو همچون دارو میگفتند. و همین طور دانش آنها زمانی بود از طب اینستینکتیوی بود، میدونستن که چه چیز با آنها منفعت دارد. ولی وقتی که انسان گوییم که یک مباشرتی پیدا کرد به یک دیگر، زبان پیدا شد، آن وقت طبی شفاهی طبی دهنکی خلق پیدا شد و آن آهسته وقتی که انکشاف یافت و از طبی دهنکی خلقی تا حال ما میدونیم که خب میگویند که بیرون کردن قواهای بد است، همون جن پیشگونی که میگویند تا حاضر هست. انا همون دوره طبی دهنکی خلق اومد که چنین میگفتند، اندیشه داشتند که قوای بد رو که وارد بدن شده است آن را باید بیرون کرد با گرفتن خون، با مثلا گرسنه نشینی، با خواندن عزایم و بعضی کارهای دیگری که آدم به حال و احساس مخصوص می آورد. وقتی که حال او عوض میشد ما در چوکچه های مثلا یکوتی هم میبینیم
در مثلا خودی ابریجین های زلندیای نو میبینیم، در افریقای هم میبینیم، در امریکایی های مثلا لاتینی این هم میبینیم و از اون جمله در ما هم هست و این عقیده بود و چون عقیده آمد. بعد ثانی‌تر این وقتی که گویم که تحلیل علمی از زمان زردشت آمد که میگفت که این دنیا از 4 چیز عبارت است و همینطور آتش، هوا و خاک را همچون یک عامل های طبیعی پیدا کردن و آن رو پسانتر پدر طب گرفت و 4 عنصر، یعنی که اون به 4 مایع مبدل شد: خلیریک و سنگوینیک و ملانخولیک و فلگماتیک، یعنی که 4 نوع رو برآورد و ثانی‌تر این آمیخته شد به گویم که 2 تا تیپ اندیشه های بزرگی، چی آریایی و چی یونانی، و در اسلام یک برخورد شدند و از حساب این 2 تمدن یک سمت دیگری تیبی گویم که آن را تا آن وقت میگفتن خانه بغداد، خانه حکمت بغداد. و تا آن وقت ما میدونیم که در خود فارزمین در آریایی ها بود گنج شاپور و ما میدونیم که حکمت یونانی ها سمت های گوناگونی مثلا تیپ ها بودن و همین طور همه این یک جایه که شد در زمان فیودالی عقیده های نو پیدا شدن و آن را به درجه عالی و سیستم کرد فرزند ملت بزرگ ما ابوعلی ابن سینا که ما آن را اعلان کردیم همچون اساسگذاری طب کلاسیکی فارس و تاجیک و حتی شرق هم گفتن میتوانیم، چون که این انسانی بود که چی طب خیتایی، چی طب هندویی، چی گوناگون طب ها را گرفت و سیستم کرد و ما آن را بیدار کردیم و این طب خلقی تاجیک را ما طب کلاسیکی تاجیک نامیدیم. اساسگذارش ابوعلی ابن سینا گفتیم، کتابش القانون گفتیم، نظریه آن را نظریه مجاز گفتیم که 9 مجازی که سینا ایجاد کرد و اساس های علمی آن را ما عصب های سیمپاتیکی و پاراسیمپاتیکی گفتیم که قواهای انگیزنده و بازدارنده دارند. همین طور طب از آریایی همین طور پنج شد و به طرف هندوستان رفت و طرف خیتای رفت و با کدام سمتی که پهن نشد 4 عنصر در آنجا بود یا که در آن یکی علاوه کرده بودن یا گرفته بودن، یعنی 4 عنصری بگیم که آریایی: آتش، هوا و آب و خاک. انا همین سمت متریالی مادی تیپ شد که تا حال دوام دارد. نام پسانتر تنه را آموختن و حاضر میدونیم که جایی نیست که بدن را ناموخته باشند و داروهای زیادی فارماکولوژی پیدا کردن، تاثیرات های فیزیوتراپیوتی، ولی وقتی که وارد شد به این سمت مثلا طب اسلام نبوی، سبب آن شد که سمت دیگری این طب سمت معنوی آن رشد کرد و اساسگذاری طب کلاسیکی معانی فارس و تاجیک را ما ابوبکر الرازی اعلان کردیم، چون که با کتاب خودش که طب معانی گفته یک رساله خوبی در آن نوشته است. همین طور یعنی خلق ما در طب نهایت دیوار بزرگ ساخته است و بسیار نابغه های بزرگ داده است و امروز هم شکرانه که زمان استقلالیت است دولت ما وطن ما توانسته است که یک سیستم خوبی طبی را برای خدمت رسانی مردم پیشنهاد کند. درست است، سیستم البته هست ولی متاسفانه سیستم ها در سرتاسر جهان هستند، سیستم های گوناگون هستند، علم خیلی پیش رفته است، ولی اگر که ما برگردیم به سر یک نفر تنها، یک انسان علاهیده که با دردهای خودش گرفتار است و تاثیر سیستم رو نمیبیند. داروهای قیمت بها و خیلی ارزشمندی که امروز استحصال کرده می شوند در اکثر حالات ها از یک طرف منفعت میبخشند، از طرف دیگر آدم بیمار میکنند، زیرا زمینه اساسیش این کیمیا است و جسم انسان اون را هضم کرده نمیتواند. یکی از جسم های اساسی انسان جگر است و همه گونه داروهایی که در تاثیرش کیمیا زیاد است خون و خواه جگر را از کار میبرد. شما میتوانید یک زخم خورده که دستتون تبابت کنید و در نتیجه جگرتون بیمار شود. از این رو من گمان میکنم که با سبب‌های دیگری هم آموختن لازم است. ما باید طرز افکار ما چنین باشد که کار به بیماری نرسونیم. درست است. زیرا پروفیلاکتیکی هست. بله. متاسفانه طب امروزه اساساً طب تجارتی است. طب تجارتی چه مخصوصیت دارد؟ برای طب تجارتی هرچند خیلی چی میگن تضاد انگیز است ولی دکتر منفعت دار است که بیمار صحت نشود.
دکتر منفعت دار است که بیمارش هر چقدر زیادتر باشد. اهالی هر چقدر زیادتر بیمار شوند، هم برای صنعت فارماکولوژی هم برای صنعت طب منفعت نکتر است. این دو به هم دیگر زیستن نمیتوانند. یعنی وظیفه دکتر طبابت کردن نیست. وظیفه دکتر یک دوره معین درد را تسکین دادن است و وظیفه داروها هم همین است. از این رو در دوره شوروی طب اجتماعی بود و حکومت منفعت دار بود که آدمان بیمار نشوند. آدمان هنوز بیمار نشده. مثلا برای یک سپرافکای من نمیدونم برای مکتب بچه‌تون برای یک کار کرده، کارتون با پلیکلینیک میافتاد، مجبور میکردن که به دکترها رو گذارید. طب به پول بود و آدم در دوام یک روز میتوانست همه دکترها رو گذارد. غیر از این دیسپنسریزاسیون هم یک عملی بود که تمام اهالی وظیفه دار کرده شده بود که سال یک بار کاملا از معاینه دکتر گذرد و سالم بودنش اثبات شود. اگر در جای بیماری سر زده باشد اولی هنوز به جسم در شکل روشن نشانه هاش ندارد، ولی طب معاین میکرد. از این رو شما مقدار بیماران خیلی کم بود و داروها هم خیلی کم توصیه کرده میشدن و دارو خیلی ساده هم بودن. مثلا یک چیزای عادی بودن، مارگانسوفکا با من نمیدونم تابلت‌های بودن که یک تی نمک نرخ داشتن، داروی سولفا بود، ات کشله و اون فایده میکرد. ولی امروز وقتی که یک کودک بیمار میشد و به نزد یک دکتر میبرید، یک رویخط کلان داروها رو میدید و پدر و مادران هوشیار این داروها رو نزد چند دکتر دیگر هم میبرن. خودشون از اینترنت میبینن، داروخط میخونن که معیارش درست است یا نادرست است. و بعضا حالت‌های هم میشود که دکتر برای کودک 3 ساله داروی تعیین میکند که برای کودک 7 ساله لازم است و معیارش هم قدر است. این یک چیزی من مخصوصیت طب تجارتی است و انسان ها باید دانند که از وقت دکتر میروند خودشان هم یک آگاهی باید داشته باشند، یک ذره مسئولیت درباره سلامتی در ذمه خودشان هم باید بگیرند. همه چیز رو با امید دکتر شدن لازم نیست. این یک طرف مسئله است. طرف دیگری مسئله سبب های بیماری است. مثلا سبب بیماری ما پیشتر گفتیم که افکار منفی میتواند آدم بیمار کند، ولی مناسبت نادرست انسان به خودش نیست هم کارا میکند. ما بسیار خوب میدونیم که پیش از خواب غذای سخت خوردن لازم نیست. همه میدونند. آدمی نیست که این چیزا نداند که اوش پلاو ساعت 12 شب، ساعت 10 شب این غذای نیست که به منفعت ما باشه. ولی ما این قاعده رو رعایت نمیکنیم. و یا که مثلا وقتی در رمضان ما در صحبت ها سال گذشته و امسال هم گفته بودیم که وقتی که آدم روزه میدارد این قاعده ها باید سخت‌تر و شدیدتر رعایت شوند که روزه به منفعت شما باشد نه به ضرر شما. ولی می شود که مردم در رمضان هم قاعده رعایت نمیکنند و از معیار زیاد میخورند. شبانه وقتی که باید خوراک سبک باشد در بالای دسترخوانشان اونا حواسشون میرد، اشتهاشون داشتن نمیتونن، حواسشون حرصشون نظارت کردن نمیتونن و غذاهایی که به منفعتشون نیست اون رو تناول میکنن. این یک طرف مسئله است. طرف دیگری مسئله ما چی میخوریم. اگر ما مسئولیت سلامتی خودمون رو ندونیم ما به ترکیب چیزی غذایی میخوریم ما هم اهمیت نمیدیم. مثلا در دکان ها در مغازین ها چیزهای کنسرواسیون شده خیلی زیاد است. مثلا کریشکی است، من نمیدونم کارتوشک بریون است و کیمچی دیگری هست. اگر که ترکیب آنها رو کاملا درست بیاموزید میبینید که در درون کنسروانت ها خیلی زیادن، چیزهای شیمیکات خیلی زیادن که در با روی علاوه کردن اشتها رو به وجود می آورن و همه اینها چیزهای خیلی ضررناک هم هستن. ولی متاسفانه حتی وقتی که به مردم این چیزا میگید که این چیز ضرر دارد، خصوصا به کودک خردسال که معده‌اش هنوز آماده نیست برای هضم این چیزها، ولی وقتی کودک طلب میکنند پدر و مادر میدن یا که خودشان از معیار زیاد استعمال میکنن و این باعث میشد که آنها بیمار میشوند و سببش همون نداشتن مسئولیت سلامتی خود انسان است. یا این آدمان نسبت خودشان احترام ندارن، خودشان دوست نمیدارن یا نفسشون رو اداره کردن نمیتونن، چیز ضررناک رو از چیز بی‌ضرر از چیز منفعتناک جدا کردن نمیتونن و در نتیجه باعث میشود که مقدار بیماران سال تا سال زیاد میشود. و بیماری یک چیز دیگر است. ما انسان باید این رو داند که جسم انسان یک سیستم منظم است. چون سعدی بزرگوار گفته است چه عضو به درگاه آورد روزگار دیگر عضوها رو نماند قرار. این چی معنی دارد؟ اگر معده شما دردمند است شما امیدوار نشود که معده شما سالم میماند.
اگر معده شما دردمند شد شما امیدوار نشید که پگاه استخوان‌های شما سالم خواهند ماند. زیرا از بین عضوهای انسان دو عضوی است که بر خاراکتر انسان و تقدیر انسان تاثیر می‌رساند. یکی از آنها اگر معده باشد دیگر همین روده است. معده و روده از اعضای هاضمه هستند. زیرا غذای ما خاراکتر ما رو، تقدیر ما رو، کیفیت ما رو معین می‌کند. غذا بسیار چیزهای ما رو در ترکیب انسان میتواند دیگر کند و اون میتواند هم سبب بیماری باشد و هم سبب سلامتی باشد اگر که ما اون رو درست استفاده بریم. و این چیزی است که اگر که ما امروز خودمون برای خودمون معین نکنیم من گمان میکنم که زیاد شدن بیماری ها یگان چیز به رسالت خودش به فلسفه خودش نیست. اگر بیماری در جامعه زیاد شد پس در جامعه مسئولیت کم شده است. مسئولیت نسبت به نگهداری سلامتی نسبت سلامتی خویشتن. بله هرچند ما میگیم که درباره طب تجارتی من گفتم بله این طرف مسئله هست. طب تجارتی و تجارت در همه مورد درآمد میخواد. ما گفتن نمیتونیم که در تاجیکستان این شکل دیگر است در جای دیگر شکلی بهتر است. در همه جا حال همین است. فقط هستن البته کلینیک‌ها دکترهای خوبی هستن که میتونن با مبلغ زیاد همون طبابت رو به شما دهند ولی کفالت آن که بعد یک سال شما سرنو بیمار میشوید نیست. زیرا این کفالت انسان تنها خودش به خودش داده میتواند. بهترین دکتر فقط توصیه داده میتواند. دکتر نمیتواند به جای شما طرز زندگی شما رو دیگر کند. شما وقتی که از بیمارخانه میرید به خانه‌تون دکتر توصیه دکتر رعایت نکردید شما سرنو بیمار میشوید و میتوانید بگویید که این بیماری تقدیر من است ولی این همون تقدیر است که در دست خود شماست. انسان در مسئله تندرستی میتواند بسیار مسائل را خودش آسان حل کند اگر هم مسئله مسئولیت شناسی و مسئله تلاش به دست آوردن معلومات دانش ها درباره سلامتی را استفاده برد. زیرا امروز توسط اینترنت توسط مجله ها روزنامه ها هر روز اطلاعات خیلی زیاد میگیریم درباره تندرستی ولی ما اون رو استفاده برده میتوانیم یا نه؟ درست است. همین در حقیقت بسیار خوب گفتید که زمانه البته زمانه دیگر شده است و بسیار چیزهایی که حالا بعضی هنوز در بعضی جاها هنوز در مثلا کارخانه های طبی دولتی هنوز مسئله گذاشته شده است که به پول یعنی که رایگان خدمت رساندن است. البته این چیزها دیده میشد البته از طرف دولت جبران شده ایستاده است ولی آهسته آهسته چون زمان گذریش بود آهسته آهسته عصر 21 میشد و البته انسان ها برای سلامتی خود البته آدمان شعور سلامتی که پیدا کردن معرفت طبی البته مبلغ جدا میکنن و همون کوشش و همون چیزهایی که مثلا دولت برای اون میکند که صرف بیهوده نکنند صرفه‌کاری کنند همش به اون روانه است که انسان باید در دو چیز مبلغ گذاری کند اگر میخواد زندگی خود سازد. یکی این سلامتی است دیگری این معلومات. یعنی برای همین آهسته آهسته دوره گذریش است. البته ما دیده ایستادیم ولی این مکانیزم خوبی طبی در جمعیت ما گذاشته شده است. هر یک کوچه هر یک خانه هر یک عائله یک دکتری عائلوی که ادوکت طبی خود را دارد. انا همین زینای یکمی هست که باید در همین زینای اول باید مناسبت درست شود. این زینا این گویم که یک سرشوی کاری طبی یک ریسپتوری گویم که وزارت تندرستی و حیث اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان است برای آن روانه شده است که هر کس میتواند که مسئله های درباره مسئله های طبی معلومات گیرد و انا همین طب عائلوی و طبیب عائلوی برده به متخصصان در حالتی از مثلا کمک یکمی دکتری کمک نگرفتن میتواند که آنها رو برده همچون ادوکت یا که همچون یک راه بلد برده به دیگر دکتران دیگر برده رساند به اجازت انا همین طبیب عائلوی باید از همان کوچه از همان محله که نگاه کرده می شده و مسئول است نروند به اجازت آنها قبول نکنند. انا همین چیز ویران میشه. همین که ویران میشه برای همین مثلا طبیب عائله میدوند که کدام دکتر در کدام حالت و چی یاردم و خودی بیمار رفته با شناسهایش رفته دکتر میکوبد و البته در آنجا دکتر که کوف هر کس همون میخواهد که شناس خودش میخواهد که آدم خودش میخواهد که کمک خودش رساند. در حالت رعایت انا همین زینا یکم آن وقت کمک درست میشد و هر کس میتواند دکتر خودش یابد.
این یک مسئله است. مسئله دیگر البته بسیار جایها بسیار مکانیزم‌های گذاشته شده است که میتونن کمک کنن مردم رو که رایگان هم دارو بگیرن و هم رایگان تبابت کنن، ولی وقتی که این رو سوء استفاده میبرن، یعنی که کوشش میکنن که همه وقت مثلا چیزی ارزانتر آسانتر بگیرن، البته این بر زیان خود آنها هست و آن وقت پورا نمیگیرن تبابت را. مسئله سوم این تا آخر نبردن تبابت است. مثلا دیگه ببینید که مردم چی میگه که با دکتر میلیسا خدا نبرد تو. گفتم معناش این که چرا که فکر میکنن که همین دو سیستمی که دوستی مردم هستن، دوستی مردم و نادرست که اینها را استفاده میبرن، یا که از طرف مثلا کارمندان این دو سیستم چه دکتر و چه میلیسا شاید یک قبیحی، شاید یک نبودن حرفگی، پروفسیونالیسم که دیده نمیشد، اون وقت دلشون از کلی سیستم میموند که این نادرست است. این دو سیستم است که بسیار به خلق دوست هستند و اینها کمک کننده و آسان کننده کار مردم هستند. و در این حالت البته باید بدانند که هنگامی مثلا بیمار شدن یا که یک مشکلی افتیدن تبابت تا آخر برند. مثلا تبابت اول این تشخیص ماندن است، چون تشخیص معین شد دکتر موافق آن تبابت میکند. سوم عصبش ساز میکند و چهارم ریابیلیتاسیا، یعنی احیا یا که گوییم که خودش برقرار کنی که در سیستم ما متاسفانه سوء استفاده برده میشه. و این که نیز بعد این پنجم زینه باید رفته دم گیرد. چرا ما امکانات ها داریم مثلا در مبلغ ناچیزی این آدمان رفته در آسایشگاه ها دم گیرن، ولی چون آسایشگاه میرن اونجا هم دکترها هستند، ممکن نیست. اونجا باید فیزیوتراپیست های باشن که فقط به واسطه چیزهای طبیعت شفایی استفاده برن. در اونجا که اگر دکتر شد با دارو نوشت این سیستم ویران میشه. این البته تنظیم میخواهد و در حالتی که باز از اونجا جواب شد باز دکترها هستن که پیشگیری میکنن، هر زمان رفته آنها رو پروفیلاکتیکا میکنن، آسان میغلطه درشون. فقط رعایت درست است و من فکر میکنم که ما باز چیزی پیشنهادی کردگی هستیم، این طب اطلاعاتی است. ما مثلا در 7 زینه‌ای که بیمار میشوند، جسم و احساس و عقل و روان و شخصیت و طبیعت و روح، ما در همین 7 سیستم 7 سمت ما برنامه ریزی تحریزی سلامتی را داریم. در حالت ویران شدن آنها میتوانیم که آنها را با واسطه مخصوص کارهای طبی برنامه ریزی کنیم و در این 7 سمت ما کمک رسانیم و طب تاجیک ما حالا میتواند که رقابت کند با طب‌های جهانی، چی در مسئله نظریه و چی در طب معاصر و چی در طب کلاسیکی. و ما نیت داریم که طب کلاسیکی خود را جهانی کنیم و در هر شهر و دولت‌های گوناگون ما مرکزهای طب کلاسیکی فارس و تاجیکی به نام ابوعلی ابن سینا گشاییم. واقعا بهترین نیت است و باشد که هم خیلی باشد. من می‌خواستم 3 جمله دیگر درباره سبب‌های روانی سر زدن بیماری ها بگویم. مثلا من وقتی که سر این چیز بسیار عمیق اندیشه کردم، یکی از سبب‌هایی که مردم بیمار میشن طلبات آنها به غمخوری است. زیرا در حالت سلامت بودنشان آنها خودشان را به غمخوری حقدار نمیشمارند. وقتی که آدم بیمار شود مردم اطراف او مناسبتشان دیگر میشن، مهربانتر میشن، به احتیاطتر میشن و همون احساس غمخوری که باید همیشه نسبت همدیگر ما داشته باشیم تنها در همین دوره اوج میگیرد. و آدمانی که نیاز دارن به غمخوری ولی در دوره سلامتیشان این کار گرفته نمیتونن، نه خودشان نسبت خودشان غمخوری کرده میتونن، نه از بیرون گرفته میتونن و آنها به این یا اون بیماری خود و خود نیازمند میشوند. بیماری با آنها کمک میکنند. بیماری واسطه به دست آوردن این همین غمخوری است که انسان همیشه به غمخوری نیاز داره. غمخوری یک از شکل‌های محبت است، یکی از اصول‌های ظاهر شدن مهر است. و وقتی که انسان ها در عائله در زندگی به خودشان همین حق را نمیدهند، اون وقت جسم با آنها به همین راه اون چیزی میخواستگیشان را میدهد، اینها بیمار میشن. و یک سبب یک چیز بسیار مهم دیگری هست، مثلا بیماری سر شدن دارد، روند دارد و با آخر رسیدن دارد. وقتی که انسان در دوره جوش بیماری نیازمند میشود به غمخوری و آن رو میگیرد و به همین غمخوری که در دوره بیماری به او رسید وابسته میشود. یک وابستگی که ما به ادرنالین داریم، وابستگی که به مواد مخدر داریم، به می داریم، این همین به همین مانند یک وابستگی دارد و این آدم صحت شدن نمیتواند.
وقتی که با او صحبت میکنن میگوید بیزار شدم از همین بیماری، خسته شدم، میخوام صحت شوم، ولی صحت نمیشود. زیرا در اون اختلافی دارد که اگر صحت شوم باز هم از پای کار روزگار شدن لازم، باز هم مردم هم به غمخوری نمیکنن، باز هم همه زیر همون بار وزنین شدید کار و زندگی میمونم. این ترسی مشکلات است و نیاز غمخوری است. و بسیار خوب میشد که در بیمارستان های ما روانشناسای مخصوصی که این سمت کار خوب میدانند فعالیت داشته باشند. بیمار را روانشناس باید قبول کند و روانشناس باید جواب دهد. یعنی تست اول باید باشد و تست آخر باید باشد که بیمار به همین بونوس ننشیند، به همین بونوس وابستگی پیدا نکند، بونوسی که من غمخواری میگیرم. درست است. البته ما میتونیم با یک افتخار امروز به کل بینندگان تلویزیونی سفینه میگوییم که خوشخبر است که اکثر بیماری ها تبابت شونده هستند و فقط برای این خواهش لازم است و درست استفاده بردن آن چیزهایی که امروز دسترسی شمایند. تشکر. واقعا هر چیزی که می توانستیم در دوام یک وقتی برای ما جدا شده بگوییم برای بیننده عزیز ما گفتیم. امیدوار هستم که این گفته های ما برای شما کمک میکنند، در مورد از آنها استفاده میکنید و هرگز بیمار نمیشوید. و اگر بیماری هم آمد گفتیم که همون 3 روز باید مهمان شود. روز 4 ما باید بیماری را جواب دهیم، بگیم که تشکر که آمدی، مرا از من آگاه کردی و من خبر دادی که باید نسبت جسمم باید مهربانتر باشم، غمخواری کنم و امروز میتوانیم بروی، زیرا من میخوام سالم باشم. اندیشه سالم، فکری سالم ما را سالم نگه میدارد. همیشه سالم باشید و هرگز بیماری های شما شکل مزمن نگیرند. آباد باشید.